محمود اسلامیان کیست؟ او مرد سایه‌ها در قراردادهای بزرگ و میلیاردی است. فردی پرنفوذ که در همه مناصب اطرافیانش حضور دارند، اما خود در حواشی ماجرا کسب منفعت می‌کند. یکی از مهره‌های اصلی دارای ارتباط گسترده در سطوح مقامات بالا که از رانت‌های بیشماری برخوردار است. اسلامیان کسی است که در 4 دهه فعالیت خود اشتهای سیری ناپذیری برای احراز مناصب بیشتر در حوزه‌های مختلف دارد. از مدیریت ورزش در مستطیل سبز گرفته تا پهنه پرزرق و برق اقتصاد، صنعت فوتبال، اتاق بازرگانی و حتی مدیرعاملی یکی از بنگاه‌های مهم اقتصادی کشور که با زندگی چند میلیون خانواده گره خورده است، یعنی سکانداری صندوق بازنشستگی کشوری. علاوه بر این، قراردادهای سوری و عضو هیئت مدیره در شرکت‌های مختلف در سطح کلان را هم در نظر داشته باشید. همه این حرکت‌ها در طول و عرض سازمانی از او مدیری رانتخوار و پراشتباه برای همه مناصب ساخته است. اسلامیان در سالهای قبل سمت‌های مختلفی داشته که از با اهمیت‌ترین آنها می‌توان به استانداری 4 محال و بختیاری در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، مدیرعاملی فولاد مبارکه اصفهان در اواخر دهه 70 و نیمه اول دهه 80، عضو هیئت مدیره فولاد مبارکه اصفهان، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای دهه 90، خزانه‌داری اتاق ایران، سرپرست و نایب رئیس اول و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در بازه زمانی سال 93 تا 96 و همزمان با آن رئیس صندوق بازنشستگی کشور از مهر 93 تا آبان 96 و همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن فولاد از 95 تا 98 اشاره کرد. سمت‌هایی که هر کدام نوعی رانت را برای او به وجود آورده و تخلفات گسترده‌ای را در پشت پرده شکل داده است که در این گزارش چکیده‌ای از آنها را از گذشته تا امروز با شما به اشتراک می‌گذاریم. رد پای اسلامیان در یک انتصاب جنجالی. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان که در اواخر مرداد 1401 رسما منتشر شد آمده است که شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک طرفه و متقابل بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیر مجموعه‌های معاف از مالیات فراهم آورده است. علاوه بر آن، در میانه این گزارش 300 صفحه‌ای رد پای محمود اسلامیان در سال 98 در معرفی یک شخص به عنوان مدیر حراست و در قراردادی با مبلغ 16 میلیارد و 750 میلیون ریال به همراه 1260 یورو حق مأموریت نیز به چشم می‌خورد. اما این را می‌توان کمرنگ‌ترین لکه سیاه کارنامه رانت این شخص دانست. و اما طرح یک پرسش: در پشت پرده درصد دریافتی معرف از این قرارداد چقدر بود؟ ورود اسلامیان به هیئت رئیسه فوتبال از اساس تخلف بود. درست زمانی که مهدی تاج هدایت فوتبال را از علی کفاشیان تحویل گرفت، فرمول فدراسیون فوتبال عجیب شد، چرا که در گام اول حیدر بهاروند از عضویت در هیئت رئیسه به عنوان کارشناس استعفا می‌دهد تا جا برای اسلامیان خالی شود و در گام بعد اسلامیان از سوی تاج به عنوان جانشین بهاروند به عضویت در هیئت رئیسه در می‌آید تا مثلث تاج، ساکت، اسلامیان به قدرت برسد. و اما تخلف ماجرا طبق اساسنامه عزل یا عضویت در هیئت رئیسه فقط با رأی مجمع درست است و هیچ کس نمیتواند خلاف اساسنامه و خودسرانه عضوی به هیئت رئیسه اضافه کند، حتی اگر تاج باشد. و اما طرح یک پرسش: ورود اسلامیان به هیئت رئیسه فوتبال از اساس تخلف نبود؟ دختر مرد سایه‌ها بدون مدرک در جایگاه روانشناس تیم ملی فوتبال. دور از ذهن نیست که کسی که برای انتصاب رفقایش سنگ تمام بگذارد از جایگاه خود برای فرزندانش نیز بهره ببرد. برای تایید این موضوع هم کافی است نفیسه اسلامیان در تیم ملی فوتبال را سرچ کنید. سال 2015 رسما اعلام شد که نفیسه اسلامیان روانشناس تیم ملی است. روانشناسی که در آن بازه مدرک کارشناسی ارشد خود را هم نگرفته بود. این موضوع به سکوت خبری گذشت و در نهایت دختر رئیس باند اصفهانی‌های فدراسیون فوتبال در اردیبهشت 97 در مصاحبه‌ای با فارس تاکید کرد که مدرک دکترای خود را از دانشگاه شریف دریافت کرده است. اما در همان زمان لیلا صوفیزاده نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان تاکید کرد که او همچنان دانشجوی دکتراست. و اما طرح چند پرسش: نفیسه اسلامیان اگر آقازاده بانفوذترین عضو هیئت رئیسه فوتبال نبود، باز هم به عنوان روانشناس تیم ملی انتخاب میشد که تیم را در مسابقات داخلی و خارجی همراهی کند؟ و دختر اسلامیان بودن چقدر تأثیر در این انتصاب و انتخاب داشت؟ و نکته مهمتر، آیا برای سایر 18 تیم ملی زیر نظر فدراسیون در بخش آقایان و بانوان و فوتسال و ساحلی و غیره هم روانشناس انتخاب شده است تا به حال؟ اما این هم هنوز لکه خاکستری این کارنامه است. اشتباه در قراردادی که یک ابربدهی روی دوش فدراسیون گذاشت. از دیگر اتفاقاتی که همزمان با روی کار آمدن تیم تاج، ساکت، اسلامیان در فدراسیون فوتبال رخ داد، میتوان به ماجرای یک ابربدهی بزرگ اشاره کرد که ماحصل قرارداد مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال است که برای 63 روز 2.2 میلیون یورو به همراه $11,000 بار مالی
در قرارداد به همراه داشت، اما ماجرا به همین مبلغ ختم نشد. اسلامیان مغز متفکر و تئوری پرداز تاج در امور کلان بود، اما فدراسیون را به عمق چاه نابسامانی کشاند. از موضوع غرامت عجیب 200,000 دلاری به کیروش که بگذریم، پرونده بسیار مشکوک استخدام ویلموتس با آن رقم نجومی و فلج کننده ترکمنچای فدراسیون فوتبال بود. قراردادی که به دلیل عدم انجام تعهدات مالی و البته پرانتز غرامت فسخ قرارداد و غیره با شکایت ویلموتس به دادگاه حکمیت ورزش رفت و در نهایت فدراسیون فوتبال ایران برای 63 روز حضور این سرمربی در کنار تیم ملی به پرداخت بیش از 6 میلیون یورو محکوم شد. به عبارتی برای هر روز حضور 100,000 یورو به علاوه 7 میلیارد تومان مالیات قرارداد. در این میان نام اسلامیان هم به عنوان یکی از 8 متهم این پرونده به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد و اتهام اسلامیان هم اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن ذکر شد. و اما یک هشدار: پولهایی از بیت المال هدر رفت که اگر در هر جای دنیا چنین اتفاقی میافتاد به استعفا و بازداشت بسیاری ختم میشد. اما اینجا فقط توپ تقصیر را در زمین هم پاسکاری میکنند و دست آخر هم مردم سر خط را فراموش میکنند و داستان تمام. و طرح چند پرسش کلیدی: چرا رقم قرارداد مربی بلژیکی اینقدر هنگفت بود و چه کسانی پشت پرده از آن منتفع شدند؟ مانده پرداختی‌های فدراسیون اصلاً به ویلموتس پرداخت شد. 28 میلیون دلار از جیب بازنشستگان به باد رفت. اسلامیان از مهر 93 و در بازه زمانی ریاست جمهوری روحانی 37 ماه بر مسند ریاست صندوق بازنشستگی کشور تکیه زده بود و در دوران خود هم تمام تقصیرات و کاستی‌های صندوق را بر گردن دوران ریاست قبلی در بازه احمدی نژاد انداخت. اما خبرهایی که یک روز پس از استعفای اسلامیان در رسانه‌ها مطرح شد، دلیل استعفا را قضیه دیمیتریس عنوان کرده است. نخستین بار نام دیمیتریس کامبیس در دوران احمدی نژاد و در ماجرای خرید 8 فروند نفتکش مطرح شد. از آنجا که شرکت ملی نفتکش هم که یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ‌های وابسته به صندوق بازنشستگی بود و در سال 2012 به لیست شرکت‌های تحریم شده پیوسته بود، قرار شد دیمیتریس 260 میلیون دلار دریافت کرده و در مقابل 8 فروند نفتکش با پرچم دیگر کشورها برای ایران خریداری کند. اما این تاجر یونانی تا چند سال از تحویل سر باز زد و در نهایت هم تنها 5 فروند نفتکش را تحویل داد و 3 فروند دیگر را هرگز به ایران تحویل نداد و به همین آسانی 28 میلیون دلار از منابع شرکت نفت به باد رفت. و اما یک نکته کلیدی: اسلامیان ریاست صندوقی را بر عهده داشت که بیش از 1 میلیون نفر را تحت پوشش و میلیاردها تومان سرمایه و دارایی داشته، اما حقوق افراد تحت پوشش از سال 86 تا کنون هرگز همگام با تورم افزایش پیدا نکرده است و بازندگان این قرارداد هم نه اسلامیان و رؤسای قبلی بلکه بازنشستگانی بودند که از حداقل‌ها هم برخوردار نیستند. و اما یک سوال: اگر رانتی در این قرارداد در کار نبود و دیمیتریس تنها متهم این پرونده بود، چطور به سادگی از ایران گریخت؟ آن هم در زمانی که برادر همسر اسلامیان رئیس سازمان اطلاعات استان اصفهان بود. به گفته معاون وزیر کار، چرا در آن زمان که عمده ناوگان نفتکش ایرانی به دلیل تحریم بیکار بودند، شرکت ملی نفتکش را ملزم به خرید نفتکش‌های دست دوم با پرچم غیر ایرانی کرده است؟ چرا که همان نفتکش‌های ایرانی هم می‌توانستند با تغییر پرچم جابجایی نفت را بر عهده گیرند. آتیه صبا و رفیق بازی دیگری در پرونده اسلامیان. درست زمانی که اسلامیان سکاندار صندوق بازنشستگی بوده، عهدهدار آتیه صبا هم رفیق قدیمی و صمیمی وی یعنی نیکار اصفهانی بود که ابتدا مشخص شد مدرک فوق دکترا از دانشگاه هاروارد وی وجود خارجی ندارد و در نهایت هم به دلیل بیکفایتی عزل شد. کافی است مدیریت سوری آتیه صبا و سرنوشت مبهم میلیاردها تومان سرمایه بازنشستگان را سرچ کنید تا اصرار اسلامیان برای نگه داشتن مدیران غیر متخصص در این هلدینگ و پشت پرده عزل و نصب‌ها را واقف شوید. و اما یک سوال: قانونگریزی مستمر از سوی یک مدیر در دولت 11 و 12 چه سنخیتی با جریان اعتدالگرایی دارد؟ و آغاز رانت با شرکت‌های سوری. شرکت مجتمع صنایع و معادن احیای سپاهان به مدیرعاملی محمود شهشهانی‌پور یک شرکت سهامی عام است، بدین معنا که سهام آن در بورس عرضه و هر ضرر و زیانی عملاً از جیب سهامداران پرداخت می‌شود. و اما یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت بورسی شرکت معادن سنگ آهن احیای سپاهان است که از مدیران رده بالای آن میتوان به حجت الله نصر اصفهانی در سمت مدیرعامل، محمد شهشهانی‌پور در سمت رئیس هیئت مدیره، احمد بخشینکو در سمت نایب رئیس، مرتضی احمدی در سمت عضو هیئت مدیره اشاره کرد. و اما حالا رانت کجاست؟ چند نکته را بدانید تا بگویم. احمد بخشینکو کارمند صندوق بازنشستگی کشوری در دوره اسلامیان و حجت الله نصر اصفهانی مدرک تحصیلی دیپلم دارد و راننده محمود اسلامیان بوده است.
و البته اینکه در سوابق شهشهانی پور هم چند گزینه مرتبط با آنچه دیدید هست. معاون سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری از سال 94 تا 97 و درست همزمان با دوره اسلامیان. مدیر حسابرسی داخلی مجتمع صنایع و معادن احیای سپاهان از سال 84 تا 94. عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران از سال 95 تا 97. عضو کمیسیون پشتیبانی و صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان از سال 85 تا 94. این شرکت منبع رانت است با انواع و اقسام قرارداد سوری. و اما شرکت معادن سنگ آهن احیای سپاهان در قراردادی در سال 90 فراوری و تولید سنگ آهن در معدن سنگ آهن احیای سپاهان در سنگان را به شرکت بلورایت آسیا واگذار می‌کند. آن هم با قراردادی عجیب. سهم پیمانکار 56%، سهم کارفرما 44%. این در حالی است که غالباً در قراردادهای معدنی حد اکثر سهم پیمانکار 20% لحاظ می‌شود. و حالا یک نکته دیگر. ترکیب هیئت مدیره فعلی بلورایت از این قرار است: حجت الله نصر اصفهانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، عادل امین‌الرعایا عضو اصلی هیئت مدیره و آرش کشاورز محقق نایب رئیس هیئت مدیره و البته اینکه محمد مرتضی احمدی نیز تا سال 97 رئیس هیئت مدیره بوده است. گویا منافع دار و دسته اسلامیان از جمله محمود شهشهانی پور، حجت الله نصر اصفهانی، مرتضی احمدی، نادر سلطانی، احمد ترابی، درویشی و غیره همواره باید در یک بنگاه اقتصادی کلان تامین باشد. مجتمع صنایع قائم الرضا. قرارداد خرید ضایعات توسط شرکت صنایع قائم الرضا از 3 انبار بزرگ ذوب‌آهن از دیگر قراردادهای معلوم الحالی است که در دوران اسلامیان شکل گرفت. در این قرارداد که در دهه 80 و در دوره‌ای که مسعود آبکا مدیر عامل و محمود اسلامیان عضو هیئت مدیره ذوب‌آهن و همچنین محمود شهشهانی پور معاونت مالی و اقتصادی قائم الرضا بود، میلیاردها تومان ضایع کرد. برای این اختلاس کلان نیز پرونده‌ای در دادگاه تشکیل شد که باز هم توسط نادر سلطانی و فشار اداره اطلاعات مختومه گردید. شرکت پتروشیمی پپه در زمانی که درویشی مدیر عامل شرکتی با نام پلی پروپیلن جم یا همان شرکت پتروشیمی پپه بود، غلامرضا شاهرخی هم که فرزند یکی دیگر از رانندگان اسلامیان است، عضو هیئت مدیره همین شرکت بوده و در حال حاضر نیز مدیر مالی شرکت سنگ آهن احیا میباشد. اما داستان این شرکت نیز از جایی شروع شد که محصولات پپه به صورت رانتی و بدون پیش پرداخت و ضمانت به شرکتی با مدیریت مرتضی احمدی تحویل و اون نیز به شرکت فارو در ترکیه تحویل و به فروش میرسانده است. اما در پشت پرده نامهای محمد حسین و علیرضا اسلامیان به عنوان مالکین اصلی و آرزو دوجان به عنوان مدیر سوری شرکت فارو نیز به چشم می‌خورد. هرچند رد پای فرزندان اسلامیان در ترکیه به همینجا ختم نمی‌شود. در این خصوص نیز باید اشاره کنیم که در برج‌های فورویوز تعداد زیادی واحد ملکی به نام فرزندان محمود اسلامیان و با مشارکت مرتضی احمدی میباشد. و اما نادر سلطانی کیست؟ همسر محمود اسلامیان آزاده یار احمدی و برادر همسرش نادر یار احمدی ملقب به نادر سلطانی است که با این نام مدیر کل سابق اطلاعات استان اصفهان بوده و در این سالها همواره نقش پاکسازی پرونده‌های امنیتی اسلامیان را بر عهده داشته و ماحصل این پاکسازی هم خراجی است که اسلامیان با تایید حضور مهره‌های بازنشسته اداره اطلاعات در شرکت احیای سپاهان پرداخت کرده است. در این میان یکی از این مهره‌های بازنشسته اداره اطلاعات در استان خراسان رضوی، کاظم قمری معروف به قادری است که نقش رایزن مخفی برای لابی با سمت و قوه قضاییه و سازمان بازرسی خراسان رضوی را ایفا کرده است. و در پایان اتهامات و تخلفات محمود اسلامیان آنقدر زیاد است که آنچه دیدید تنها بخش بسیار کمی از آن بود و اگر بخواهیم هر آنچه هست را بگوییم به سریال 90 قسمتی شبانه نیاز است. سامانه صنایع محمود اسلامیان پر است از پرونده هایی که مختومه شده یا در جریان است. هرچند مختومه شده ها هم به همت نادر سلطانی اتفاق افتاده که در آن دوره رئیس سازمان اطلاعات استان اصفهان بوده است. پرونده هایی که غالباً شاکی آن سازمان بازرسی کل کشور یا صندوق بازنشستگی کشوری است و اتهامات آن هم پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، مشارکت در اختلاس، اهمال منجر به تضییع وجوه دولتی، مشارکت در تصرف غیر قانونی، تضییع اموال، معاونت در خیانت در امانت، استفاده غیر مجاز از اموال دولتی و غیره ذکر می شود. اما او همچنان مدیر چند شغله و مرد رانت‌ها در پشت پرده است و سودای وزارت در سر دارد.